وطندارای عزیز، سلامتی سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا شما را دوست داره و خداوند میخواهد که شما نجاتی که او برای انسان ها میبخشه، نجاتی که بخشش اوست، او را بیافین. کلام مقدس خدا در مورد عیسی مسیح خداوند میگه که او سرور سلامتی است. او سرور سلامت، او پادشاه سلامتی است. امیره ما در نبوت اشعیا نبی 700 سال پیش از تولد معجزانه عیسی مسیح ما میخوانیم: زیرا فرزند برای ما متولد شده، پسری برای ما بخشیده شده است و به او قدرت و اختیار داده شده است. نام او مشاور عجیب، خدای قادر، پدر جاودانی و سلطان سلامتی. سلطان سلامتی است. کلام خدا از دهان خود خداوند عیسی مسیح در عهد نو برای ما ایره واضح میکنه. در انجیل مقدس یوحنا، وقتی که ما انجیل یوحنا فصل 14 را میخوانیم، در اوج خداوند عیسی مسیح بسیار واضح میگه من سلامتی برای شما به جا میگذارم. آیت 27 فصل 14 انجیل یوحنا میگه که سلامتی برای شما به جا میگذارم، من سلامتی خود را به شما میدهم. دنیا نمیتواند آن سلامتی را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما پریشان نشود و ترسان هم نباشید. ترسان هم نباشید. همچنین در انجیل مقدس متی ما در مورد عظمی سلامتی که عیسی مسیح، عظمی سلامتی و راحتی که عیسی مسیح برای ما به جانهایش ما میته صحبت میکنه. فصل 11 و آیت 28 به بعد اگر ما میخوانیم، در اینجا کلام مقدس خدا برای ما میگه: ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی، سلامتی، صلح، قرار، بله، من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است. در حقیقتش عیسی مسیح بارهای گناه ما را، بارهای تشویشهای ما را به دوش خود حمل نموده بر صلیب او فدا شد. او بر صلیب فدا شد. هیچ کسی تولد نمیشه با این خواهش که من جان خود فدا بکنم. عیسی مسیح آمد و یگانه مقصد آمدن عیسی مسیح بود که او کفاره گناهان انسانها را با جان خود، با دادن جان خود، او این کفاره را بپردازه. او خودش واضح گفت که ما آمدیم که قربان شوم، ما آمدیم که فدا شوم. کسی نمیتونه که مرا بکشه، کسی نمیتونه که مرا از بین ببره. من این را به خودی خود میکنم. او بسیار واضح میکنه، میگه پدرم مرا دوست دارد. فصل 10 انجیل مقدس یوحنا آیت 17 و 18: پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا میکنم تا آن را دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد. رومی ها، شیوخ یهودی، فریسی ها، هیچ کسی نمیتونه که جان من، هیچ کسی قدرت نداره و ای که من خود من واره ای را اجازه میتم. من خودم جان خود فدا میکنم. هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد. من به خواهش خود آن را فدا میکنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این امر را به من داده است. مسیحی ها در روی دنیا عید میلاد مسیح را تجلیل میکنن.
کریسمس تجلیل میکنن، ای که منجی عالم به دنیا به صورت یک کودک انسان تولد میشه و او کودک بالاخره جان خود فدا میکنه. و اما مقصد آمدن عیسی مسیح امی بود که او ای اختیار را داشت که جان خود فدا کنه و اختیار را داشت که جان خود پس بگیره. هیچ مرده را شما نمیبینید در تاریخ که خود زنده بکنه. عیسی مسیح میگه من خود زنده میکنم. امکان نداره که انسانی کار را بکنه. ما تمامی انسان ها از روح، جان و جسم ساخته شدیم و اما روح عیسی مسیح تنها تانست که او را از مردگان بخیزانه، برگردانه و زنده شوه. و کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، به خداوند زنده ایمان میاره، امو قدرت و امو اختیار را عیسی مسیح بر از او شخصا میته. دیگه تمامی رهبرای دینی و مذهبی آمدن مردن، قبرایشان هست، جسمایشان پوده شد، از بین رفت. عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست. بالای از او هیچ موت، هیچ تاریکی قدرت نداشت و او خداوند زنده است و او ای را به خاطر ما انجام داد. او گناهان ما را بالای خود گرفت، بر صلیب او فدا شد، کفاره گناهان ما را با خون خود پرداخت. نه با کائناتی که او ساخته، نه با ملائک خود که او ساخته، نه با هیچ چیزی دیگری که او ساخته. در کلام خدا در رساله کولوسیان ما میخوانیم که همه چیز به واسطه او و برای او ساخته شد. همه چیز را او ساخت و همه چیز را برای خود و برای جلال خود ساخت و هر چیز تنها از طریق او به هم می پیونده. هیچ امکان نداره که اقدر کائنات کلان با خود کار بکنه. وایی که عیسی مسیح کنترل تمامی از این چیزها را در دست خود داره، نظم از این چیزها را در دست خود داره. و اونمو عیسی مسیح برای ما میگه شادمان باشین، چرا که ما آمدیم که شما را نجات بدیم. شما در گناه هستین، ما آمدیم که گناه شما را بالای خود حمل کنم. شما زخمی هستین، ما زخمهای شما را با زخمی شدن شفا میتم. شما در بدر هستین، ما آمدم که در بدر شوم، ما آمدم که بیخانه شوم، ما آمدم که در دنیای تاریک شما قدم بگذارم و تمامی مصیبت های شما را بالای خود بگیرم. از همین خاطر در کلام خدا ما میخوانیم که بار تمامی تشویش های خود را به دوش خدا به دوش عیسی مسیح بگذارین، چرا که او تشویش شما را داره. دوستای عزیز، کلام خدا برای ما در مورد عیسی مسیح میگه که او شما را دوست داره و اگر شما به عیسی مسیح ایمان میارین، او زندگی پر از ظفر را برای شما میده. زندگی کامیاب به این معنی نه که شما پولدار بشین و صاحب دولت و جایداد و غیره میشین. نه. کامیاب برای ابدیت. یک برادر مسیحی است به نام برادر چنگ، او روز در یوتیوب یک ویدیویش میدیدم که زندگی مسیح را مقایسه میکنه با زندگی که در دنیاست. یک ریسمان دور و دراز است که کشال میکنه، میگه ببینید که خلاص نمیشه. و اما در ابتدای از اون ریسمان یک بسیار ریزه سه از اون ریسمان سرخ رنگ قرمز، که برادرها و خورا ایرانی قرمز میگه، ما سرخ میگیم، سرخ رنگ داشت. میگه زندگی ما انسان، زندگی مسیحا در دنیا فقط اونمو قرمز ببینین، اونمو رنگ سرخ ببینین، اونمو قصد. در این ما میگیم او چقدر تشویش، چقدر مشکلات هست، این کارا چطور بکنیم اونو کار. ما باید متوجه باقی ریسمان شویم که هرچی که کشف میکنیم خلاصی نمیشه، خلاصی نداره. زندگی ابدالآباد خدا برای ما میته. پس بار تمامی تشویش های خود را به دوش او بگذارین، چون که او تشویش شما را داره. کلام خدا برای ما این را بسیار واضح میکنه. ما دعا میکنیم که وقتی که ما پیام امروز از برادر عزیز ما لطیف جان میشنویم در مورد
معنی واقعی کریسمس، که کریسمس در حقیقت چی معنا میده، معنی واقعی کریسمس وقتی میشنیم، ما دعا میکنیم که خداوند شما را برکت بده، خداوند کمک کنه که شما در این موقع بسیار خاص که کلام خدا را مسیحا بخش میکنن و همیشه بخش میکنن، اما در این ماه خصوصا چون مردم دنیا توقع میکنن که در مورد تولد عیسی مسیح ما صحبت بکنیم و صحبت هم میکنیم. خدا را شکر است. ما دعا میکنیم خداوند شما را برکت بده امروز که عیسی مسیح آمد که شما را نجات بده. ای خداوند عزیز، برکت بده وطندارای عزیز ما را، کمک کو که ما واقعا معنی حقیقی، معنی درست کریسمس، آمد منجی جهان را درک بکنیم امروز. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین. آمین. مستقیما میریم سراغ برادر عزیز ما لطیف جان. وطندار عزیز ما مانده نباشی. سلام برادر عزیز، خوبین؟ خدا را شکر، خدا را شکر برادر عزیزم، خدا را شکر میکنم. برادر عزیزم وقت از شماست، بفرمایید خداوند در قلبتان چی گذاشته، از کلام خدا بخش بکنین. من اولتر از همه سلام گرم خود برای تمام وطندارای روحانی خود در ایران، افغانستان و تاجیکستان و برای تمام کسایی که صدای ما رو میشنوه سلام میگوییم. آمین. و بعد از او خداوند عیسی مسیح سرور سلامتی، پادشاه آرامی را شکر میگویم که یک بار دیگه به من فرصت داد که من بتونم از طریق تلویزیون از طریق صفحه تلویزیون بتونم صحبت کنم و درباره عیسی مسیح، درباره به دنیا آمدن عیسی مسیح صحبت کنم. و واقعا خیلی خوشحال هستم، واقعا خیلی خوشحال هستم. خدا را شکر میکنم. آمین. خدا را شکر میکنم. و امروز میخوایم درباره کریسمس یا میلاد عیسی مسیح صحبت کنم. درست است که هیچ اسمی از کریسمس در کلام مقدس یا جشن کریسمس برده نشده یا تولد عیسی مسیح در کدام روز یا کدام ماهی که دقیقا نوشته باشه نیست در کلام مقدس که ما اونو جشن بگیریم یا واقعا اون روز برای ما جشن باشد. اما یک چیز خیلی مهم است برای ما ایماندارا که به عیسی مسیح ایمان داریم، این است که ما هر روز هر لحظه ما در شادی خداوند است. هر لحظه ما کریسمس است. ما امروز درباره عیسی مسیح که به دنیا آمده میخوام صحبت کنم، نه درباره کریسمسی که امروز مردم اسمش کریسمس، نامش کریسمس مانده، به نام کریسمس یاد میکنه، چون در کلام مقدس از کریسمس هیچ یاد نشده. بله کریسمس خیلی ها برادر موسی مثلا درخت کریسمس میگه این کریسمس است، یا لامپ روشن میکنن، یا خیلی چیزا خوشی میکنن، یا رقص است، دانس است، یا مثلا هر کاری دیگر را ربط میدونه به کریسمس. مثلا خوشی جسمانی یا خوشی که ما در این دنیا داریم اون ربط به کریسمس میدونه. اما در واقع معنای کریسمس واقعی یا جشن میلاد عیسی مسیح خیلی عمق‌تر از این چیز هاست که ما باید دربارش صحبت کنیم. امروز از کلام خداوند میخوایم صحبت کنم که عیسی مسیح کی بود. و در شریعت ما میخوانیم که خداوند 10 حکم شریعت داد و در یکی از اون روز سبت داد. روز سبت یعنی روز آرامی که در اون روز تو هیچ کار حق نداشتی بجز با خدا زندگی کنی، بجز با خداوند صحبت کنی. اون روز آرامی بود، یعنی روز آرامی در خانه و خانواده‌تون با خداوند صحبت کنی. فقط در مورد خداوند باید صحبت کنی. و اون روز امروز هر روز ما همون روز است که خداوند خودش روز سبت گفت، ما یعنی روز آرامی که ما در خداوند عیسی مسیح آرام هستیم. ما از کولوسیان فصل 1 آیه 15 میخوانیم. اینجا کولوسیان فصل 1 آیه 15 میگه مسیح صورت مظهر خدای نادیده است، او نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات، زیرا با وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی و نادیدنی ها،
پادشاهان، حکمرانان، اولیای امور آفریده شدند. آره، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شده است. تمام چیز از پیدایش تا مکاشفه همه‌شان درباره عیسی مسیح است. همه‌شان درباره جلال خداوند است، چون همه چیز در مورد اوست. همه چیز برای او آفریده شده و خود او چیز را برای جلال خود آفریده. عیسی مسیح در این دنیا آمد تا اون صلحی که ما گم شده بودیم، ما با خداوند دعوا کردیم، ما از خداوند دور شدیم، اونو دوباره برقرار کنه. اون ارتباط، اون صلح دوباره عیسی مسیح برقرار کنه بین انسان و خدای پدر و خودش برقرار کنه. کریسمس یعنی عیسی مسیح آمد تا خود فدا بسازه، تا محبت واقعی را، اون محبتی که برای خیلی مردم امروز درکش مشکل است، اونو به مردم نشان بده که خدای محبت است. آمین. خدایی هست که ما را دوست داره. خدایی هست که برای گمشدگان در روی زمین انسان شد تا ما را پیدا کنه. اون روز ما روز کریسمس میگیم. در واقع برای زندگی شخصا خود ما برادر حسین، هر روز ما، هر لحظه زندگی ما، هر قدم ما که ما برمیداریم با عشق خداوند عیسی مسیح است. هر لحظه ما جشن کریسمس است. آمین. هر لحظه ما جشنی است که با او عشق می‌ورزم. همه به من یا دیوانه یا احمق میگه، اما خدا رو شکر میکنم به خاطر که من عاشق عیسی مسیحم. چرا؟ به خاطر که من هر لحظه ما، هر روز ما کریسمس است، هر روز ما میلاد عیسی مسیح است. در واقع میلاد عیسی مسیح این است. آیه 17 میگه او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با او ارتباط پیدا میکند. همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا میکند. همه چیز یعنی زندگی، همه ارتباط با او دارد. وقتی ما بدون او زندگی کنیم، فقط یک روز ما کریسمس حساب کنیم، برای ما بی‌معنی است. کریسمس یعنی میلاد عیسی مسیح، یعنی به دنیا آمدن عیسی مسیح، یعنی آمدن خداوند بر روی زمین بی‌معنا میشه وقتی ما فقط یک روز جشن بگیریم. ما فقط برای یک روز منتظر بمانیم یا انتظار بمانیم که اون روز ما جشن بگیریم تا ما یعنی جشن گرفته باشیم، خوشی کرده باشیم. نه، ما باید هر لحظه زندگی ما، هر قدم ما با خداوند عیسی مسیح، با او ما زندگی کنیم، با او ما عشق بورزیم، با او ما محبت کنیم، با او ما آرامی بگیریم، با او ما پر از خوشی، پر از جوی باشیم، شادمانی باشیم. آمین. ما واقعا خدا را شکر بکنیم به خاطر که تمام چیز به وسیله او و برای او آفریده شد و تمام چیز با او ارتباط داره. گفتم که از پیدایش تا مکاشفه همه‌شان مربوط به عیسی مسیح است، در عیسی مسیح است و با او ارتباط داره. او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد. او سر کلیساست. وقتی سر را هر جای ما میچرخانیم، تمام بدنم به اون طرف متمرکز میشه، تمام بدن به اون طرف باید قدم برداره. یعنی عیسی مسیح سر ماست. او به دنیا آمد تا سر کلیسا باشه یا تا سر ما باشه، تا هر جایی که او قدم بر میداره، هر جایی که او میچرخه، ما باید با او قدم برداریم. ما باید مثل او محبت کنیم، مثل او آرامی داشته باشیم تا با او زندگی کنیم. زیرا او با شیطان پیروز شد، او از مرگ زنده شد. اون شیطانی که روز اول انسان اولی را که سقوط کرد توسط اون شیطان، این آمد تا پیروزی را به ما اعلام کنه. او بر شیطان تولد شد. اما یک سرود بسیار مقبول است که در قدیم شنیده بودیم از برادر هایک هوسپیان که
پیروزی حاضر کرده بهر مؤمنین. ای مسیح در تو دارم یقین. آمین. آمین. و او برای ما بله آمین. بفرمایید. بله، او از مرگ زنده شد تا ما پیروزی رو بر دست بگیریم. تا امروز هر روز ما کریسمس باشد، هر روز ما جشن میلاد عیسی مسیح باشد. چرا؟ زیرا ما آزادیم، ما از گناه آزادیم، ما از شیطان آزادیم. شیطان هیچ اقتدار در زندگی ایماندار نداره. بله. هیچ قدرت در زندگی ما نداره. چرا؟ به خاطری که خود خداوند روی زمین آمد، طفل شد، او به دنیا آمد، او در آبخوری که فقیر باید در اونجا به دنیا آمد، خداوند در اونجا فروتن شد به دنیا آمد تا اون پیروزی را نصیب ما گردد و دوباره زنده شد تا اون پیروزی را به ما تقدیم کنه، تا ما همیشه پیروز باشیم. آیه 19 را میخوانیم. زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت او را دارای الهویت کامل باشد و به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردد. این آیه 20 معنای واقعیت جشن میلاد عیسی مسیح را به ما نشان میده. آمین. واقعا امو معنای حقیقی، امو قسمی که شما گفتین آمدن عیسی مسیح بود که او به خاطر گناهان بشر فدا شد، مثل که همیجم نوشته است به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی را بین خود و هر آنچه در آسمان و زمین است به وجود آورد. و در زندگی یک مسیح هر روز در حقیقتش هر روزی که یک انسان به عیسی مسیح ایمان بیاره، اونمو روز عیسی مسیح در قلب از او شخص تولد میافه. و توسط از او تولد او شخص هم در مسیح تولد میافه، در روح مسیح تولد میافه و اونمو خودش کریسمس است. امی برادر عزیزم، کلمه کریسمس واقعا در کلام خدا ما در هیچ جای نمیبینیم کلمه کریسمس و اما بسیار معنای خوب هم داره این کریسمس. مثل که اگر ما در قصه ستاره شناسا که ما برای دیدن عیسی مسیح اگر بخوانیم در اوجا هم ما میخوانیم که وقتی که وا آمدن و پس به آن خانه داخل شدن، آیت 11 فصل 2 انجیل متی میگه و کودک را با مادرش مریم دیده و بر روی افتاده او را پرستش کردند. کلمه پرستش ایجا آمده، کلمه پرستش. و بعد از او اگر ما در انجیل لوقا میخوانیم در اوجا ما داستان چوپانان میخوانیم که فرشته ها میره که فرشته ها میره پیش چوپانا و برای چوپانا خبر خوش میته. خواهش میکنم اسکرین برادر مرم نشان بدین عکسش که ببینیم. در اوجا ما میخوانیم که برای چوپانا خبر میته فرشته ها که ما یک خبر خوشی برای شما داریم، خوشی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. مسیح و خداوند است. در اینجا هم ما میخوانیم که چوپانا هم بالاخره تحایف خدا میته و او عبادت میکنن. کلمه عبادت اینجا پرستش اینجا است و ستاره شناسان پرستش میکنه. کلمه کریس به معنای کرایست یعنی مسیح، مس به معنای مس گرد هم آمدن و سجده کردن. یعنی کریسمس واقعی احترام گذاشتن به عیسی مسیح و ما وقتی احترام درست میگذاریم، اما قسمی که معنی واقعی کریسمس از شما موضوع دادین، وقتی ما احترام واقعی را میگذاریم به عیسی مسیح، وقتی که ما تابع از او شویم و به او جان خدا تسلیم کنیم، بگیم عیسی مسیح مرا نجات بده، من از گناه های خود توبه میکنم، او روز واقعا کریسمس حقیقی در زندگی انسان میآید. بسیار خوب شما گفتین ایره. آمین. خدا را شکر. میگه به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد. آمین. او به وسیله مسیح همه چیز را آشتی داد. همه چیز را. همه کسایی که امروز درد داره، غم داره، کسایی که امروز بار سنگین دنیا در دوشش است، امروز پیام ما این است که کریسمس واقعی به شما خوشی میاره. کریسمس واقعی امروز
او صلح توسط خون عیسی مسیح را به وجود میاره، یعنی صلح و دوستی واقعی را به وجود میاره عیسی مسیح، تا ما با خداوند حقیقی، با خداوند حقیقت ما صلح داشته باشیم و با او ارتباط داشته باشیم. خدا آرامی است، خدا محبت است، خدا نیکوست، خدا رحیم است، خدا عشق است. و وقتی ما تولد تازه میگیریم بر عیسی مسیح، ما همیشه سرشار از آرامی، سرشار از محبت، سرشار از عشق، سرشار از نیکویی هستیم. زیرا ما هر روز ما کریسمس است، هر روز ما روزی است که ما با خداوند تولد یافتیم، با کریسمس واقعی تولد یافتیم، ما با او زندگی میکنیم. اما دیگه در اول شما در متی فصل 11 آیه 28 گفتین که هیچ کس، هیچ نبی، هیچ شخصی این حرف نتانست به مردم بگه. او گفت ای تمام زحمت کشان و گران باران، نزد من آیید و من به شما آرامی میدم. من به شما آرامی میدم. من هستم که آرامی خود را به شما میدم. آرامی خود را اما دیگه در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 میگه من آرامی خود را به شما میدم. من آرامی خود را به شما میدم. هیچ کس نمیتونه اینو اعلام کنه. بله، هیچ کس نمیتونه و تا حالا کسی هم نیست در روی زمین که این را اعلام کرده باشه و جز خود خداوند. خود خداوند میگه من روی زمین آمدم تا تمام چیز را که عموده که خود در اون رسمان سرخ یا قرمز مثال بردین، ما اون تمام زندگی ابدی رو به شما بدم، تا ما اون خوشی ابدی رو، ابدالآباد رو به شما بدم که برای هیچ وقت درد، غم، رنج وجود نداره، اون رو به شما بدم. برادر ما خیلی معذرت میخواهیم به خاطر که ما یک از آیه های کلام مقدس رو نگفتم که شما روی صفحه بگذارین. از امین کلوسیان فصل 2 آیه 16 و 17 که خیلی واقعا برای ما بسیار عمیق است. بله، ما کوشش میکنم که را بگذارم روی صفحه نمالی و بفرمایین، شما بفرمایین. کلوسیان فصل اول گفتین، بله؟ فصل 2 آیه 16 و 17. کلوسیان فصل 2 آیه 16 17. کوشش میکنیم برتان برادر، و اما شما ادامه بتین. کلوسیان بله، در اینجا ما فصل 2 آیه 16 و 17. خیلی ببخشین، معذرت میخوایم. فصل 2 آیت 16 و 17 هست. بله، بنابر این در مورد خوراک و یا نوشیدنی و یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تاثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. آمین. آمین. اینجا 5 چیز در آیه 16 میگه: خوراک، آشامیدنی، عید یا ماه نو یا روز سبت که همون روزی که خود خدا، روز سبت. بله. بله، به هیچ وقت کس شما را قضاوت نکنه یا تحت تاثیر دیگران قرار نگیرین که چرا جشن میگیرین، چرا جشن نمیگیرین، چرا شما روز سبت میگیرین یا ماه اول جشن نمیگیرین. زیرا اینا تمامش سایه‌ای بود که قرار بود باید بیاید. اما تو که روز سبت ما میگیم، سبت میگیم. سبت روزی بود که در اول ما گفتیم در خود خداوند اونو نوشته بود. خود خداوند در 10 شریعت با موسی، خود خداوند در لوح سنگ نوشت که روز سبت روز آرامی است، روزی گذراندن با خداوند، روزی وقت گذاشتن با خداوند، یعنی تمام وقت خدا و تمام لحظه خدا با خداوند بگذارین. در روز سبت یهودیان هیچ کس حق نداشت هیچ کاری را انجام بده، زیرا روز آرامی بود. روزی بود که وقتی خدا با خداوند بدی هیچ کار حق نداری بکنی و تمام در مورد خداوند، درباره خداوند فقط تو حق داری صحبت کنی با فامیلت و حق نداری درباره خداوند برای کسی دیگه صحبت کنی. صرف حق داری که درباره خداوند برای فامیلت و خودت با خود خداوند
حق داری که صحبت کنی، با خود بله. خداوند صحبت کنی. این روز سبت یعنی روز آرامی، روزی که شما آرام بگیرین، روزی که در آرامی خداوند زندگی کنید، یعنی با خود خداوند زندگی کنید. بله. و در واقع این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. امروز روز سبت ما یا روز امین روز آرامی خود عیسی مسیح است در ما. برادر عزیز، بله. این روز اوست که در ما زندگی میکنه. ما هر روزی ما روزی سبت است، هر روزی ما با خداوند است، هر روزی ما با او زندگی کردن است، هر روزی ما باید با او زندگی کنیم، هر روزی ما کریسمس است، هر روزی ما با خداوند شاد زندگی کردن است. آمین. ما با خداوند، برای خداوند و تمام چیز برای جلال خداوند زندگی خدا قربانی کردیم تا جلال او رو در زندگی ما خود مشاهده کنیم. آمین. زیرا ما همه گناهکار بودیم، همه ما از خداوند دور بودیم، ما دشمن خداوند بودیم و او آمد تا این صلح را بین ما و خدای پدر برقرار کنه، بین ما و خودش توسط خونش برقرار کنه، تا اون چیز سایه هایی که بود که مردم این جشن میگرفت، ماهای را جشن میگرفت، ما امروز هر روز ما جشن باشد، هر روز ما عشق ورزیدن با عیسی مسیح باشد. این واقعا برای ما خیلی 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 جالب است. برای ما خیلی سوال بزرگ بود برای کلیساهای دنیا که امروز خیلی جشنها را میگیرن، خیلی یک روز مخصوص برای جشن درست میکنه و اون جشن میگیره و در واقع اینو ما باید بگیم خیلی کلیساها واقعا معنای واقعی عیسی مسیح یا کریسمس یا میلاد عیسی مسیح رو فراموش کرده، یا با درخت یا با گل گذاشتن یا برای لامپ گذاشتن و تمام جای نورانی کردن اون معنای. بله شما بله. شما کاملا درست گفتین. درخت کریسمس چیزی نیست که ما بگیم که یک چیزی است که در کلام خدا گذاشته شده و یا بعض عنعنات دیگه که دارن مردم تحایف بر یکی دیگه میته، این چیزا هم نیست. و اما بسیاری کلیساهای و بسیاری مسیحیای واقعی که کریسمس تجلیل میکنن، مثلا بسیاری هایشان نمیفهمن ایره. فرض کنید میدانهای هوایی در اروپا میریم و اصلا کریسمس نمیفهمن و اما درخت کریسمس اوجاست. و اما بسیاری کسای دیگر درخت کریسمس در اوج میگذاره و بعضی چیزهایی که در اوجاست به معنای از اینکه عیسی مسیح میگه که من نور جهان هستم، یک نشانی بر از میشه که نه نور حقیقی عیسی مسیح است. مثلا مردم خانه خود تزیین میکنه با چراغ‌ها، مردم که نشان بده که عیسی مسیح نور جهان در این دنیا آمد. مثلا بعضی اوزارهای درخت میزنن که هر کدام از یاره بر از یک معنی داده تا که بر طفلا درس بده. یعنی چیزهای طفلانه است که بر طفلا، بر کسایی که نمیفهمن درس بده از این طریق. و اما نه درخت در مورد یک چیز مسیحی است و نه هم بعض از چیزهای دیگه ای که ما میگذاریم. اصل خود مسیح است. با اجازه تان یک تلفن میگیریم از وطندار ما که روی خط هستن، باز بعد از او دوباره برمیگردیم. علی جان وطندار عزیز ما روی خط هستین، بفرمایین. خسته نباشین. شما خسته نباشین علی جان. چی حال دارین؟ خوب بخیر هستین؟ خوب سلامتین. تشکر، بفرمایید. ما میخوایم مسیحی شویم. میخوای مسیحی شوی؟ علی جان میخوایم از تان سوال کنیم چرا میخواید مسیحی شوین؟ دوست داریم دیگه. خدا را شکر، خدا را شکر. آیا شما قبول دارین که عیسی مسیح یگانه نجاتگر شماست؟ آره. آیا شما قبول دارین که او خداوند است که به خاطر شما جان خود بر صلیب داد؟ بله بله. پس بنا به اینمی ایمانتان من میتونم که کت شما یک دعا کنم، دعای توبه را بکنم؟ آره. لطفاً از پشت من تکرار کنین علی جان. خدا را شکر. بگوین خدایا شکر که تو مرا دوست داری. منم شما را دوست دارم. بگو نه وطندار، بگو خدا را شکر که من تو را دوست دارم. خدا را شکر من تو را دوست دارم. و خدا را شکر که ای خداوند تو مرا دوست داری. و
خدا را شکر علی. علی جان وطنداری عزیز من، وطنداری عزیز من، مسیحیت به این معنا، مسیحیت به این معنا که شما عیسی مسیح را در قلبتان میپذیرین به حیث خداوند و منجی. وطندار عزیزم، ما بعد از برنامه که شما حتما در این مورد صحبت میکنم و شاید تفصیل از این که شما مسیحی میشین بیشتر براتان بگویم که مسیحیت چی معنا میته. مسیحیت به این معنا نمیته که فقط تلفن بگی و بگوی من مسیحی میشم. ما میخوایم که شما درک بکنین. از همون خاطر ما پیش از پیش براتان میگم که چی علتی است که شما مسیحی میشین. آیا معنای زیر که مسیحی میشین درک میکنین یا نمیکنین؟ آیا کتاب مقدس خواندین؟ آیا عیسی مسیح را به حیث خداوند، باز تکرار میکنم، به حیث خداوند و یگانه منجی قبول میکنین در زندگیتان؟ کلمه خداوند بسیار معنایش آسان است. این را ما مولا میگیم در عربی، مولا میگیم در فارسی خداوند میگیم، یعنی آقای زندگی خود، یعنی رهبر زندگی خود، یعنی صاحب زندگی خود. او را قبول میکنیم. علی جان خدا را شکر که شما تلفن کردین و من میخوایم که شما صحبت بکنیم بعد از برنامه. لطفا زنگ بزنین. شماره تلفن من نیست، شماره تلفن شخصی من شخصا میخوایم که شما صحبت کنیم. 901 313 44 51 روی پرده تلویزیون هم هست. شما میتونین به مو تلفن زنگ بزنین. و عالم وطندارای عزیزم اگر شما میخواین میتونین به این شماره تلفن زنگ بزنین. اگر سوالی دارین، شهادتی دارین و یا شما معنای واقعی کریسمس میخواین بفهمین، خواهش میکنیم زنگ بزنین و ما بسیار خوش میشیم. بعد از برنامه ما هر روز بعد از برنامه تلفن های زیادی از وطندارای ما میکنیم که البته در دوران برنامه به خاطر سلامتی شخصیشان، البته به خاطر امنیتشان که چون از افغانستان ایران زنگ میزنن زنگ نمیزنن، اما بعد از برنامه کتیما صحبت میکنن. کتی دیگه کسای خورا و برادرایی که پشت سر تلفن هستن صحبت میکنن و معنای از این که شما نجات در مسیح را بیافین و مسیح شوین، معنای حقیقیش به تفصیل میتونیم صحبت بکنیم. برادر عزیزم بفرمایین. بله، منم یک پیام دارم برای برادر عزیز ما علی. اولا که برایش میگم که خداوند، اگه صدای ما رو میشنوید، اولا اینکه میگم خداوند شما را خیلی دوست داره، عاشقت است، به او خاطر تو امروز زنگ زدی. آمین. به خاطر همون است که اون در وجود یک چیزی در وجود در درونت است که من باور دارم که هست. اون شما را وادار کرده که شما تلفن بگیرین و زنگ بزنید و چیزهایی که به کلام خود اقرار میکنین یا صحبت میکنین از فکر شماست، از قلب شما نیست، زیرا در قلب شما خداوند زندگی میکنه و خداوند شما را خیلی 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 دوست داره. آمین. و منم واقعا شما را خیلی دوست دارم و واقعا اگر میخواین با ما تماس بگیرید، ما میتونم شما تلفن خود بدم و میتونید با ما هم تماس بگیرید. واقعا عاشقم که با تو صحبت کنم و شما صحبت کنم که بدونم که واقعا مسیح شدن یعنی چی، واقعا مسیحیت یعنی چی. یعنی ما تلفن برداریم بگیم ما مسیحی میشیم و خدا را شکر که با زمان اینو جاری میکنی و ما بسیار خوشحال هستیم که این از خودت نبود، این کلمه از خودت نبود، اما خداوند شما را دوست داره. فقط یک پیام، خداوند عاشقت است، خداوند شما را دوست داره، خیلی آمین. دوست داره. خداوند آمین. خیلی شما را دوست داره. هللویا. فقط امین رو میخواستم برادر علی بگم. هللویا. خدا را شکر. و چیزی که من میخواستم بگم در آیه 16، امروز در خیلی از کلیساها همونطور که خودت گفتی، خیلی از جشنهایی که در کریسمس یا میلاد عیسی مسیح است فقط درباره خوردن و نوشیدن است. برادر حسین، درباره که ما تجلیل کنیم یک روز را، مثلا 25 سپتامبر یا 25 ماه سپتامبر میلادی ما دسامبر ببخشید ما تجلیل کنیم. ما درباره اون نیست. تجلیل ما درباره خوردن و آشامیدن نیست. تجلیل ما درباره این نیست که ما یک روز خود لذت ببریم از زندگی این دنیا، یا یک روز خود با خیلی بسیار ببخشید با نوشیدنهای خیلی چیزهای غیر ما لذت ببریم یا برقصیم. درست است، ما در جشن کریسمس ما خوشی میکنیم، ما لذت میبریم، اما اون لذتی که
مردم دنیا فکر میکنه یا اون مردمی که در خیلی کلیساها اجرا میکنه در واقع اون نیست. بله بله. ما درباره خوردن و نوشیدن نیست. بله بلکه درباره آمدن عیسی مسیح است. ما به خاطر که خداوند بله ببخشید اما قسمی که کلمه کریسمس هست، معنای حقیقی کریسمس، کریس یعنی مسیح، مس یعنی تجمع برای عبادت. کریسمس حقیقتش تجمع برای عبادت مسیح است، نه برای چیزهای دیگه. و در او اگر ما یک جای میشیم شادمانی میکنیم، خدا را شکر است اگر به معنای حقیقیش تجمع میکنیم و شادمانی میکنیم. بله. و اما اگر نه که بیا که دیگه کریسمس است، مسیحا میکنم ما هم بکنیم، دول و داریه بزنیم و شراب نوشی بکنیم فلانی، او معنای حقیقی کریسمس نیست. بله. ما امروز اینجا یک جشن کوچیک داشتیم برادر حسین. در همینجا که ما از همینجا صحبت میکنیم، امین ایماندارایی که واقعا عیسی مسیح را شناخته امروز جشن داشتیم. یعنی جشن در واقع جشن کریسمس نبود، جشنی بود که ما با خداوند لذت بردیم، با خداوند عشق زدیم، با او صحبت کردیم، از او لبریز شدیم، همه رویاها دید، همه با او صحبت کرد، هر کس یک شهادت داد، هر کس. من واقعا بغض زده شدم، پر از خوشی بودم، پر از عشق خداوند بودم. من وقتی برادر و خواهر خود، علل خصوص کسایی که از کشور ایران آمدن اینجا و خدا را شکر میکنم، واقعا خدا را به خاطر وجود اونا شکر میکنم که اونا امروز معنای واقعی کریسمس یا جشن میلاد را، میلاد عیسی مسیح به دنیا آمدن عیسی مسیح را درک کرده و با او عشق می‌ورزد. یعنی ما اینجا میرقصیدیم، ما اینجا کف میزدیم، ما اینجا خوشی میکردیم. خوشی ما خیلی فرق داشت. خوشی ما خوشی روح خداوند در روح عیسی مسیح. بله خوشی ما خوشی روح القدس بود. او بود که ما با خود خداوند ارتباط پیدا کرده بودیم و با او خوشی میکردیم. خدا را شکر که ما با او خوشی میکنیم، ما با او لذت میبریم. ما در کریسمس وقت جشن میگیریم، ما با او لبریز میشیم، ما با او خوشی میکنیم. چرا؟ به خاطر خداوند خودش روی زمین آمد و همین برادر علی که امروز خداوند روی زمین آمد تا برای من و توی گناهکار بمیره، به دنیا بیاد و زجر ببینه، فقر ببینه، مردم توف بندازه به صورتش و بیگناه بر روی صلیب بره تا برای من و تو، با گناه من و تو قربانی بشه که ما بتونیم نجات پیدا کنیم، ما بتونیم با او لذت ببریم، بتونیم با او عشق کنیم، بتونیم با او ارتباط داشته باشیم، بتونیم با او همیشه بخندیم، با فکر هیچ چیز نباشیم، فکر چیزهای دنیایی نباشیم، بلکه با خداوند عیسی مسیح زندگی کنیم، با او عشق بورزیم و خدا را شکر میکنیم که در آیه 17 میگه که این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید. آن واقعیت خود عیسی مسیح است. عیسی مسیح واقعیت کریسمس است. عیسی مسیح آمدنش در حقیقت کریسمس است یا جشن است که هر کس در او زندگی کنه، هر کس تولد تازه بگیره، هر کسی که امروز زنگ میزنه که میگه من مسیحی بشم، هر کس که از قلبش این صدا در بیاد و اونو بپذیره در قلبش که عیسی مسیح سلطان قلبش باش، خداوند قلبش باش، آرامی قلبش باش، او هر لحظه و هر روزش کریسمس است. دیگه او برای یک روز، برای 2 روز، برای 3 روز برایش کافی نیست، زیرا او در خداوند زندگی میکنه. خداوند ما خدای آرامی است، خدای عشق است، خدای محبت است، خدای سرشار از این است که مردم رو ببخشه. برای مردم انتظار میکشه، آغوشش باز است که مثل من و برادر علی را ببخشه و در آغوشش بگیره که با او ما زندگی کنیم، با او ما قدم برداریم و با او ما سخن بگوییم. این است معنای کریسمس واقعی که امروز پیام ما این بود که ما کریسمس و معنای واقعیش که چیزی که از نظر من کلام مقدس با ما صحبت کرده، خداوند با ما صحبت کرده، با تمام وطندارای خود که در ایران است یا افغانستان یا تاجیکستان، یعنی وطندارای کسایی که در عیسی مسیح یکی هستیم، برای کسایی که ما با او، وطن ما در این دنیا نیست، همونطور که وطن ما پیش عیسی مسیح است. وطن ما در زندگی ابدی است. زندگی این 50 سال 70 سال یا 100 سال نیست. زندگی ما
وطن ما وطن همیشه و جاودانی است. برای همیشه ما زندگی با عیسی مسیح است. برای اون وطندارای ما این یک کلام خدا بود که با شریک کنم که واقعا معنای کریسمس از نظر کلام مقدس این است که ما باید با خداوند تولد تازه بگیریم و با او زندگی کنیم و با او عشق بورزیم و او را دوست داشته باشیم. ما دیوانه عیسی مسیح یعنی عاشق او باشیم تا بتونیم هر روز خود کریسمس بسازیم، هر روز خود روز آرامی بسازیم. زیرا ما باید این کار انجام بدیم، زیرا ما با او زندگی میکنیم. آمین آمین. خدا را شکر. آمین. برادر عزیزم، یک چند وقت پیش از یک وطندار ما یک ایمیل گرفتم و در ایمیل این وطندار عزیز ما که خود علمبردار حقوق بشر چی کرده بود، گفته بود ما حقوق بشر را دائم احترام میگذارم و غیره و غیره، و اما بازنشسته کرده و اما ای که شما مسیحی شدین ای بسیار بد است، این دیگر در جمع حقوق بشر نمی آید. از یک طرف خود دول حقوق بشر را میزد این شخص، از طرف دیگر به ما حق نمیده که ما انتخاب کنم و مسیحی شوم، من انتخاب کنم و مسیحی شوم. در حقیقتش لطیف جان، شاید شما هم ما قضاوت نمی کنیم شما هم، و اما ما شخصا خودم پیش از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم، یعنی سالها پیش از اینکه من کلام خدا را بخوانم، وقتی که در مورد از این میشنویدم مسیحا چی میکنه، من رشخندی میکردم مسیحا را، مسیحیت رشخندی میکردم. و اما تا ای که خود من حقیقت مسیح را درک کردم و من ایمان دارم که شما هم شاید پیشتان رشخندی آمده باشه وقتی که مسیحا برتان تبلیغ کرده باشه و یا در مورد مسیح چیز گفته باشه. ما همه قسم هستیم، تمام ما چون ما در گناه هستیم و وقتی که ما در گناه هستیم چشمای ما را گناه، چشمای ما را شیطان کور کرده و ما نمیفهمیم. و اما وقتی که ما کلام خدا را میخوانیم، همون قسم کلام خدا میگه کلام تو برای پاهای من چراغ، برای راههای من نور است. این برای ما نور عیسی مسیح را آشکار میسازد، چشمای ما واز میشه وقتی که ما مسیح را در قلب خود جای میتیم به حیث آقای خود، به حیث خداوند خود، به حیث مولای خود، به حیث نجاتگر خود. او وقت ما میفهمیم که ای پلان خدا چقدر عظیم بوده و فکر کوچک ما چقدر کم بوده. بله چیزی که خودت گفتی، ما بار اول کسی که در بین مدینه و مکه درباره عیسی مسیح صحبت کرد، من به خنده کردم، من واقعا مسخره کردم. من دشمن مسیح بودم، من دشمن عیسی مسیح بودم، من واقعا با دشمنی میکردم. ما چون در مذهب زندگی میکردم، چون ما در دین زندگی میکردم، وقتی ما کلام خداوند و عیسی مسیح را مطالعه کردم، نگاه کردم، دیدم که عیسی مسیح هیچ دین یا هیچ مذهب را معرفی نکرده به کس. هیچ مذهب یا دین را به کس معرفی نکرده که بگه این دین این مذهب است. او خود خداوند را معرفی کرده که بیاین با خود خداوند، با خدای پدر ارتباط بگیریم، بیاین با من ارتباط داشته باشین، بیاین با ما هر روز مستقیما ارتباط داشته باشین، با هم مکالمه داشته باشیم، با هم صحبت کنیم، دردای خود را به من بدین و تمام چیزهایی که خوب است برای خود نگه دارین و تمام درد و غم و چیزهای بد را به من بدین، فقط چیزهای خوب با خود نگه دارین، زیرا چیزهای خوب برای شماست. ما آمدیم که چیزهای خوب بر شما بدم. برادر حسین از یوحنا فصل 1 آیه 18 چیزی که من خواندم که عیسی مسیح آمد مذهب یا دین را به ما معرفی نکرد. اینجا آیه 18 میگه کسی هرگز خدا را ندیده است. اما آن فرزند یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. نزدیکتر است، او را شناسانیده است. آمین. عیسی مسیح به دنیا آمد، او در این دنیا آمد تا او خدای واقعی را، کسی که خودش خدا را نمیشناخت خدا را با ما معرفی کرده بود، عیسی مسیح آمد گفت نه، ما آمدم که خدای واقعی را بر شما یعنی حقیقت خود را به شما نشان بدیم که خدا چطوری هست، خدا کی هست، خدا عشق است، خدا محبت است. خدا اگر عیسی مسیح به دنیا نمی‌آمد، عیسی مسیح در این دنیا از نزد پدر به این دنیا نمی آمد، جسم نمی پوشید،
ما هیچ وقت نمیتونستیم که بگیم خدا محبت است. بله. هیچ وقت. چون ما در مذهب نیستیم، ما در دین نیستیم که ما در دین یا در مذهب زندگی کنیم. ما مستقیما ارتباط با خود خدا داریم، زیرا محبت خدا باعث شد، فیض خدا باعث شد تا ما این ارتباط برقرار کنیم، تا همیشه با خداوند زندگی کنیم. عیسی مسیح آمد تا ذات واقعیت خدا را به ما آشکار کنه و ارتباط و دوستی واقعی را بین ما و خدا برقرار کنه. آمین. آمین. در حقیقتش واقعی کریسمس است. بله، در حقیقتش آمد مسیح، آمد محبت خدا، جسم گشتن محبت خدا بین ما بود. یعنی این آسان است که کسی برات بگه که من دوست دارم و اما اگر اونمو دوستی در عمل انجام شود 100%، که اگر ما در یک دلدل میفتیم در جای ما او دلدل خود بندازه و ما را نجات بده، او عملا محبت است و عیسی مسیح اونمو کار رکد. بسیار آسان است. از همون خاطر مذهبی ها، کسایی که صاحب دین پرست هستند و دیگه معنای حقیقی محبت درک نمیکنن و حتی در نام مذهب و در نام دین، در نام خدا انسانها را از بین میبره. حتی میگن بگو که مذهب ما که است مذهب سلامتی است، رحمت است، اگر این را انکار میکنی واجب القتل هستی، در حالی که مسیحیت کاملا برعکس مذهب. کلام خدا برای ما میگه که کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نمیشناسد، زیرا خدا محبت است. محبت در عمل بودن. مسیح محبت عملی خدا را برای ما آشکار ساخت. آمین. و یک چیز دیگر که همیشه در فکر ما یا در قلب ما این است که خداوند هیچ وقت دروغگو نیست. خداوند هیچ وقت دروغ نمیگه. اون خدا همیشه حقیقت صحبت میکنه. چرا؟ اون خدایی که میگه محبت کن، اون خدایی که میگه دشمنت دوست داشته باش، اون خدا هیچ وقت نمیگه دوباره اعلام نمیکنه که نه دشمنتو بکش، اونو قتل کن. کسی که حرفتون رو باور نکرد شمشیر رو بگیر گردنش بزن. اون خدا هیچ وقت دروغ نمیگه. حرف خداوند دو نیست. خداوند یک کلمه محبت است. خداوند سرشار از عشق است. وقتی او گفت محبت کن، حرفش عوض نمیشه که دوباره عوض کنه بگه نه شما دشمن خود قتل کن. در کلام خداوند، در انجیل لوقا، در انجیل یوحنا، در همه 4 تا انجیل ما میخوانیم که عیسی مسیح میگه دشمنت دوست داشته باش و اونو محبت کن و برش دعا کن. اما وقتی ما در خداهای دیگه میاییم، خداهای دیگه ما رو اینجوری معرفی میکنن که دشمنت رو نفرت کن و اونو شمشیر بگیر گردنش. ما میگیم ای خدا تو چطور دو حرف میزنی؟ در اینجا میگه محبت کن و در اینجا میگه قتل کن. نه، خداوند هیچ وقت حرفش عوض نمیشه، بدل نمیشه، یعنی چنج نمیشه که خداوند تغییر ناپذیر است. او میگه محبت کن، تو همو انجام بده. محبت کن. خدا محبت است. خدا سرشار از عشق است، سرشار از راستی است، سرشار هیچ وقت دروغ در وجود اونه، سرشار از روشنایی است، سرشار از نور و جلال است. خدا این خداست، خدای واقعی این خداست که ما با او تکیه کردیم، با او ایمان آوردیم و با او زندگی میکنیم. و امروز هر کسی که زنگ میزنه ما را مسخره میکنه یا هر کسی که با ما دشنام میگه، ما با زبان نمیگیم، از وجود خود، از تمام وجود خود میگیم. از قلب خود ما میگیم برادر ما تو رو دوست داریم. ما عاشقتم، ما برای دعا میکنیم، ما همیشه دوست داریم و امروز و برای همیشه تو رو دوست داریم، زیرا اون خداوندی که در ما زندگی میکنه اون خدای محبت است. او به ما یاد داده که ما اینو اعلام کنن که من تو رو دوست داریم. حتی با ما بدی میکنی، حتی تو ما رو میزنی، ما رو رد میکنی، ما رو مسخره میکنی، اما ما تو رو دوست داریم، زیرا ما اول همون چه شخص بودیم که خدا را مسخره میکردیم و کسایی که به خدا ایمان داشت مسخره میکردیم. او آمد محبت کرد و ما را نجات داد. ما خدا را شکر میکنیم با این معجزه بزرگش. ما مرده بودیم و امروز زنده شدیم. خدا را شکر.
خدا را شکر ما در روح مرده بودیم، از خداوند دور بودیم، دشمن خداوند بودیم، اما خدا را شکر میکنیم که آمدن عیسی مسیح روی زمین و رفتنش روی صلیب و دوباره زنده شدنش محبت خداوند را یک بار دیگر نشان داد که او خدای عشق و محبت است. هللویا، آمین آمین. برادر عزیز، متاسفانه وقتی ما خلاص شده و اما بسیار بسیار لذت بردم از کلامی که شما آوردین و من ایمان دارم که وطندارای عزیز ما برکت میگیرن و برکت گرفتن. کلام خدا هیچ وقت خالی بر نمیگرده. کلام خدا همیشه ثمر به بار میاره. اگر شما به عیسی مسیح ایمان میارین وطندارای عزیز ما، قسم که برادر عزیز ما گفت خداوند امو توفیق نجات برای شما میده. توفیق نجات به این معنا که خداوند دهنده تحفه است، شما گیرنده هستین. اگر شما ای را قبول میکنین شما صاحب از این تحفه میشین. یعنی خداوند برای شما اختیار داده که این تحفه را رد هم بکنین، بگوین نه، در اون صورت شما در خانه خدا نمیرین. و اما وقتی قبول میکنین شما در خانه خدا داخل میشین، بر ابدالآباد زندگی همیشه را شما دارا میشین. دهنده از این زندگی خداوند است. این بنا به فیض خداوند است، هرگز از هیچ خوبی که در ما هست نیست. ما هیچ خوبی در حقیقتش هیچ خوبی در خود نداریم. امو برادریم لطیف جان، امو سرود هندی شاید در یاد شما باشه، در هندوستان میخواندیم، میگه که یسو نے کلوری دکھ کیوں سہ لیا مجھ پاپی میں کیا دیکھا تھا. مسیح عیسی بالای صلیب چرا جان خدا داد؟ در من گناهکار چی چیز خوبی را دیده بود که او این کار را کرد؟ باز میگه کوئی خوبی نتھی کوئی خوبی نتھی مجھ میں کوئی بھی خوبی نتھی. هیچ خوبی در من نبود، هیچ خوبی در من نبود و هیچ چیز خوبی در من نبود. با آن هم او مرا محبت داشت لطیف جان، با آن هم او شما را محبت داشت، با آن هم او تمامی وطندارای ما را دوست داره، با آن هم او تمامی انسانیت را دوست داره. فرق نداره که شما از کدام کلتور و رنگ و نسل هستین، خدا شما را دوست داره و او میخواد که شما را نجات بده. آغوش عیسی مسیح امروز هم باز است، میگه ای تمامی گرانباران و زحمتکشان نزد من بیایید، من به شما آرامی میبخشم. نزد من آیید گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. فقط ایمان بیارین به عیسی مسیح، او توفه را شما حاصل میکنین. لطیف جان وطنداری عزیزم بسیار تشکر. خداوند شما را برکت بده. فیض خداوند با همه شما باشه. تشکر و فیض خداوند برای شما و برای تمامی وطندارای ما باشد همیشه. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی.